در مرکز سلامتی دهات خیسیورز نوحه بابوجان غفورов بخشیده بر روز بین‌المللی حفظ کودکان چورابینی ایدونه برگزار گردید. راهبر شبکه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری نوحه ابراز داشت که کودکان و نوجوانان خوش‌طالع زمان صبح استقلال امروز در فضای آرام و آسوده وطن عمر به سر میبرند و برای تعلیم و تربیت آنها در مؤسسات تعلیمی تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. گفته شد که قبول برنامه‌های دولتی در ساحه تندرستی برای سالمی مادر و کودک، توانبخشی کودکان دارای امکانات محدود و یک قطار امتیازها به کودکان و نورسان نشانه واضح توجه خاصه به آنها میباشد. در این زمینه هر سال در سطح بلند جشن گرفته شدن روز بین‌المللی حفظ کودکان، غمخواری‌های حکومت مملکت به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به غنچه‌های امید استقلال کودکان و نورسان معنی داد گردید. قانون‌های ملی به مانند قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک، برنامه‌های ملی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان درباره حفظ سلامتی مادر و کودک، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت کودک، اینها همه از آن شهادت می‌دهند که حقوق و منفعت‌های کودکان دائما حفظ کرده می‌شوند و خصوصاً توجه راهبر دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به کودکان خیلی زیاد است. در چورابینی ایدونه کارمندان شبکه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه، دستپروران مؤسسات تعلیمی و کودکان و نورسان با پیشنهاد صحنه‌های جالب، سرود و ترانه‌های ترنم کننده صلح و وحدت تاجیکستان صاحب استقلال خاطر اهل نشست را شاد نمودند. اشتراک فعالانه کودکان با استعداد در این چورابینی دلالت از آن می‌دهد که به مسئله تربیت آنها در روحیه وطندوستی، زباندانی و کمالات معنوی کودکان توجه خاصه روانه شده است. مورد ذکر است که تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی حفظ حقوق و منفعت‌های کودکان را در مد اول گذاشته برای زندگی، تحصیل و استراحت و فراغت آنها شرایط مساعد را فراهم آورده است. همین است که هر سال در دایره تجلیل از روز بین‌المللی حفظ کودکان توجه و غمخواری نسبت به آنها از گذشته بیش روانه می شود. در فرجام چورابینی به همه کودکان و نورسان تحفه‌های خاطروی تقدیم گردیده، برنامه رنگین فرهنگی برای خوشحالی و فرهمندی اشتراکداران چورابینی پیشنهاد گردید. کودکان و نورسان با شکرگزاری از چنین وطنی محبوب در کناری هم تا درگاه سرور و شادمانی نمودند.